میخوایم براتون آموزش کانفیگ کردن دستگاه‌های ماینر یا همون راه اندازی دستگاه‌های ماینر رو بذاریم. در مرحله اول دستگاه ماینرمون رو از طریق کابل لن به مودم وصل می‌کنیم. توصیه من اینه که برای اتصال دستگاهتون از مودم سیم کارتی استفاده کنید. وقتی از اتصال دستگاهتون به مودم اطمینان پیدا کردید، مرحله بعدی پیدا کردن IP ماینره که هم میتونید از طریق تنظیمات مودم انجامش بدین، هم در ویندوز از نرم افزار ادوانس IP اسکنر استفاده کنید. توی گوشی‌های اندروید و iOS هم میتونید از نرم افزار فینگ استفاده کنید. برای کار با نرم افزار فینگ اول موبایل خودمون رو به مودم متصل به ماینر وصل میکنیم، بعد وارد نرم افزار فینگ میشیم و روی دکمه اسکن کارنت نتورک کلیک میکنیم و منتظر پیدا شدن IP ماینر میمونیم. خب حالا ما از طریق تنظیمات مودم وارد شدیم. الان IP به دست اومدنمون رو داخل مرورگرمون وارد میکنیم که اگه براتون خطای ناامنی بودن اومد، شما دکمه ادامه به صفحه ورود رو بزنید و وارد لاگین ماینر بشید. حالا نام کاربری و رمز ورودمون رو وارد میکنیم. این نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش‌فرض داخل دستگاه‌های واتس ماینر ادمین هستش که با وارد کردن اونها وارد تنظیمات مودم میشیم. از نوار بالایی گزینه کانفیگوریشن رو انتخاب میکنیم. برامون منوی باز میشه که از اون منوی باز شده CG Miner Configuration رو انتخاب میکنیم. در این مرحله آدرس، نام کاربری یا همون ورکر و رمز عبور استخر رو وارد میکنیم. استخر پیشنهادی ما وایا BTC هست که رمز عبورش به صورت پیش‌فرض 1 2 3 هست. حالا شما ممکنه از سایر استخرها استفاده کنین که حالا ممکنه اون استخرهایی که شما ازشون استفاده میکنین نیازی به وارد کردن رمز عبور نداشته باشن. بعد از وارد کردن آدرس، نام کاربری و رمز عبور Save and Apply رو میزنیم. سپس به صفحه CG Miner استاتوس برمیگردیم. یکم که صفحه رو پایین بکشید در قسمت پولز مشخصات استخر ثبت شده رو بررسی میکنیم. در صورتی که مشخصات بروز بود، گزینه ریستارت CG Miner در بالای صفحه رو کلیک میکنیم و منتظر خاموش و روشن شدن ماینر میمونیم. پس از روشن شدن مجدد ماینر، مشخصات استخر حالا دیگه توی قسمت پولز اصلاح شده و عملیات ماین شروع میشه.